مسلمونی فقط به نماز خوندن و روزه گرفتن نیست. هست اما نیست. فهمیدم که اگر سر سیر به زمین بگذاری و همسایت گرسنه باشه مسلمان نیستی. فهمیدم که اگر یک مظلومی از تو کمک خواست و میتونستی کمکش کنی ولی توجه نکردی مسلمان نیستی. اگر بزرگترین گناه رو انجام دادی و یک ذره از خداوند ناامید شدی مسلمان نیستی. اگر فکر کردی کسی شدی و مردم در چشم تو حقیر و بی‌ارزش شدن مسلمان نیستی. در این دین مردم حرمت دارن، مال مردم حرمت داره.